این شیر اسمش صورت زخمیه، پادشاه افسانه‌ای دنیای شیرها. تو همون جوانی یه چشمش رو توی نبرد از دست داد و باعث شد که محققین حیات وحش این اسم بهش بدن. صورت زخمی به همراه 3 از برادرهاش بزرگترین قلمرو ثبت شده، یعنی 800 کیلومتر مربع رو در حیات وحش کنیا داشتن و در این راه بیش از 100 شیر نر رو کشتن. اون تنها شیری بود که تونست تمام گله ها در منطقه ماسایی مارای کنیا رو تحت سلطه خودش در بیاره و تو حکمرانی در قلمرو حتی به پسرهای خودش هم رحم نمی‌کرد. رفتار این شیر درست مثل یک سلطان واقعی. شکست خوردن صورت زخمی در یک نبرد هیچ وقت دیده نشد و تا آخر عمرش شیرهای نر جوان‌تر ازش حساب می‌بردن و حتی دیده شده بود که براش غذا تهیه می‌کنه. اسکارفیس در 14 سالگی در حالی که خیلی پیر و ضعیف شده بود 40 کیلومتر پیاده روی کرد و به زادگاهش برگشت و در اونجا بدون اینکه کفتارها جرأت بکنن بهش نزدیک بشن مثل یک اسطوره به خواب ابدی رفت. گفته میشه بزرگترین قلمروهای فعلی شیرها در کنیا هنوز هم به پسرهای اسکارفیس تعلق داره. اگر به زندگی اسکارفیس علاقه‌مندید و کلا به دنیای شیرها خیلی علاقه دارید، چند تا مستند داخل کپشن نوشتم که دیدنش میتونه براتون جالب باشه.